استحصالکننده‌های قطری باور دارند که کمبود غذا را از حساب افزایش محصولات داخلی میتوان برطرف کرد. یک هفته این جانب عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و چند کشور دیگر قطر را به پشتیبانی از جنبش‌های افراطی و تروریستی متهم و رفت آمد زمینی، آبی و هوایی با این کشور را قطع کردند. در مؤسسه کارکرد گوشت شهر دوحه کار از 1 به 2 بست توسعه یافته، تولید محصولات گوشتی نیز 2 برابر یعنی به 40 تن برابر شده است. ما اکنون واردات اشیای خام را از کشورهای آذربایجان، ازبکستان، اوکراین، رومانیا و بلغارستان راه اندازی کردیم. ما حرکت داریم. هفته آینده من به چند کشور دیگر سفر کرده همکاران نو را به اینجا خواهم آورد. هفته گذشته وقتی عربستان سعودی علیه قطر تحریم اعلان کرد، مشتریان غفلت زده دکانها را خالی کردند. در گذشته 80% واردات قطر از کشورهای عربی خلیج بود. آخر هفته گذشته در مسکو وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با وزیر کارهای خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن ثانی ملاقات و دعوت کرد که بحث فعلی کشورهای خلیج با راههای دیپلماتی و احترام یکدیگر حل شود. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان دعوت کرد که تحریم قطر کاملا قطع شود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تیلرسون میگوید که تحریم کاهش یابد. من میگویم که تحریم کاملا لغو گردد. در بین برادران نباید چنین حادثه ها روی دهند. روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانون اجازه دهنده ارسال نیروها به قطر را تصویب کرد. ایران هم از معرکه برکنار نیست. روز یکشنبه 4 هواپیمای ایرانی به قطر غذا رسانیدند و تهران عهدهدار شده است که هر روز به قطر 100 تن میوه و سبزیجات فرستد.